فرض کنید مشتری میاد و یک محصولی رو از شما میخواد و شما اون محصول رو هم بهش میدید و میخره و میره دیگه پیداش نمیشه و بسیار ناراضی خواهد بود و شما تعجب میکنید که چه اتفاقی افتاده که این مشتری که اومده گفته من این محصوله رو میخوام، بعد اون محصوله رو هم بهش دادی، بعد ناراضی بوده رفته پشت سرش هم دیگه نگاه نکرده. من سعید یگانه هستم و توی این ویدیو در مورد نیازهای اصلی یک مشتری باهاتون صحبت میکنم. صرفاً گوش کردن به نیازهای بیان شده مشتری باعث تداوم خرید مشتری، باعث پیدا کردن یک مشتری وفادار نخواهد شد. در این ویدیو در مورد اینکه اصولاً نیازهای گفته شده یا گفته نشده مشتری چی هستش باهاتون صحبت میکنم. پس اگر شما فروشنده هستید یا بازاریاب هستید حتما تا انتهای ویدیو همراه من بمونید. این ویدیو در وبسایت saidyegane.com منتشر شده. مشتری یک سری نیاز داره که برخیش رو بیان نمیکنه و ما هنرمون اینه که بفهمیم نیازهای واقعی مخاطبمون یا مشتریمون چیه و بر اساس اون نیازهایی که داره بهش یک محصول رو ارائه بدیم یا یک خدمت رو ارائه بدیم که در نهایت با یک حس رضایت ما رو ترک بکنه و مجدد این شانس وجود داشته باشه که برگرده و به فروشگاه ما سر بزنه. پس بدون فوت وقت از شماره 1 شروع میکنم. شماره 1 نیازهای بیان شده. نیازهای بیان شده همون نیازیه که مشتری میاد به شما میگه، میاد داخل فروشگاهتون، میاد داخل وبسایتتون، میگه که من به دنبال مثلا این محصول هستم، به دنبال این اتومو میگردم، به دنبال این خودرو میگردم، خب به دنبال این پروداکت میگردم، به دنبال گرفتن این خدمات میگردم. پس نیازی که خود مشتری، خود مخاطب میاد پرزنت میکنه، میاد میگتش، میشه نیازهای بیان شده یک مشتری. به عنوان مثال یک مشتری ممکنه بیاد مطابق مثال کتاب بگه که من یک ماشین ارزون قیمت میخوام. کتاب مدیریت بازاریابی از کاتلر و کلر نیاز شماره 2 مشتری رو میگه بهش نیاز واقعی مشتری. نیاز واقعی مشتری با نیاز بیان شدهش ممکنه متفاوت باشه. در مثال کتاب میگه که مشتری میاد نیاز بیان شدهش رو میگه من یک ماشین ارزون قیمت میخوام، اما شاید نیاز واقعی مخاطب و مشتری شما یک خودرویی هستش که استهلاک کمتری داشته باشه، قطعات یدکیش ارزونتر باشه و با هزینه کمتری بتونه اون رو نگهداری کنه. پس نیاز واقعی مشتری با نیاز بیان شدهش ممکنه متفاوت باشه و ممکنه یکی باشه. بریم به نیاز شماره 3 برسیم. نیاز شماره 3 مطابق گفته کتاب نیازهای بیان نشده هستش. نیازهای بیان نشده همونطور که از اسمش پیداست یعنی این که مشتری نمیگتش ولی انتظار داره که ما اون نیازش رو برآورده کنیم. یعنی مشتری اگر میاد از ما یک چیزی میخره انتظار داره که خدمات پس از فروش هم بهش بدیم، انتظار داره که نحوه نصب و راه اندازیش هم بهش بگیم، انتظار داره که اگر به مشکلی خورد بتونه محصول ما رو بدون اینکه ما ناراحت بشیم برگردونه و پول خودش رو به صورت کامل دریافت کنه. پس نیازهای بیان نشده بخش کلیدی کار هستش که هر بازاریاب یا هر فروشنده‌ای باید بدونه و باید این رو پیش بینی بکنه و سعی بکنه که نیازهای بیان نشده مشتری رو هم رفع بکنه تا مشتری احساس رضایت داشته باشه. قبل اینکه مورد بعدی رو بگم، من سعید یگانه هستم، کارشناسی ارشد نرم افزار دارم، برنامه‌نویسم، تولید کننده محتوا در حوزه تکنولوژی هستم و متخصص سئو هستم. اگر دوست داری بیشتر با من آشنا بشی، بیشتر ویدئوهایی در این حوزه ببینی، به وبسایتم saidyegane.com که این پایین هستش سر بزن، در کانال یوتیوبم عضو بشو و راه‌های ارتباطی با من در وبسایتم قرار گرفته. اگر پروژه طراحی سایت یا دیجیتال مارکتینگ یا برنامه‌نویسی داشتید خوشحال میشم که به شما خدماتی که دارم ارائه میدم رو ارائه بدم. بریم مورد بعدی رو بشنویم. شماره 4 طبق گفته آقای کاتلر و کلر
نیازهای رضایت آوره. نیاز رضایت آور مطابق مثال کتاب یعنی این که طرف اومده نیاز بیان شدهش این بوده که آقا من یک ماشین ارزون میخوام. نیاز واقعیش رو ما شاید فهمیده باشیم این یه ماشین میخواد که استهلاکش کم باشه. نیاز بیان نشدهش اینه که آقا اگر مثلا خدمات پس از فروش هست به من بده، که هیچ وقت بیانش نمیکنه. نیاز رضایت آورش اینه که ماشینه مثلا جی پی اس داشته باشه، ماشینه مثلا ایربگ داشته باشه، ماشینه مثلا فرمونش هیدرولیک باشه. و نیازهای رضایت آور باعث میشه که مشتری ما احساس خوبی داشته باشه از خرید کردن از ما و خودش رو یک برنده بدونه. یک پرانتزی باز کنم، قرار نیست که یک طرف بازنده باشه و یک طرف برنده در فروش یا بازاریابی. ما میتونیم همزمان هم مشتری برنده باشه و هم بازاریاب و فروشنده برنده باشه و این ذهنیت رو همیشه داشته باشید که قرار نیست اگر ما یک محصولی رو میخوایم بفروشیم اون طرفی که میاد از ما میخره ضرر بکنه، یا اینکه اگر ما یک محصولی رو میفروشیم ما این محصول رو با ضرر بفروشیم که مشتری مثلا فقط برنده باشه از نظر قیمتی. نه، اینها دو تا چیز هستن که باید بالانس بشن و باید در روبروی هم قرار بگیرن تا این ترازوه نه به سمت چپ بیاد نه به سمت راست بیاد و معامله برد باید انجام بدید. و شما به عنوان یک بازاریاب همیشه باید در ذهنت داشته باشی که نیاز هست که شما یک معامله برد با مشتری و مخاطبت داشته باشی که این فروشه اتفاق بیفته و این فروشه انجام بشه و اون مشتری دوباره برگرده و این چرخه دائم تکرار بشه. وگرنه فروختن یک محصول بد به یک نفر و اینکه دیگه اون فرد هیچ وقت نیاد به ما سر بزنه هنر خاصی نیست. بریم به مورد بعدی. شماره 5 نیاز پنهانه. میگن که خرید خب یک فرایند منطقی نیست و آدم‌ها با احساساتشون خرید میکنن نه با منطقشون. خب به همین خاطر هر انسانی زمانی که یک خریدی رو انجام میده به دنبال این هستش که این رو به اطرافیانش نشون بده به نوعی که من یک خرید موفق داشتم و هیچ کسی دوست نداره بره کنار اطرافیانش بشینه و احساس کنه که یک خرید بد انجام داده و احساس کنه که اون خریده به ضررش تموم شده. به همین خاطر نیاز پنهان مشتری اینه که همواره در کنار فامیل خودش، در کنار خانواده خودش، در کنار دوستان خودش بتونه از اون خریدی که کرده دفاع کنه. پس شما باید نیازهای مختلف مشتری خودتون رو بدونید، بشناسید، حدس بزنید، روش کار بکنید که بتونید فروش رو با موفقیت انجام بدید و بازاریابی موفق داشته باشید. چرا که افراد فقط میان مطابق گفته کتاب نیازهای بیان شده شون رو به ما میگن و مابقی نیازهایی که اینجا وجود داره رو وظیفه ماست که بتونیم برآورده کنیم و سعی کنیم که یک مشتری وفادار برای خودمون بسازیم. من سعید یگانه هستم و این ویدیو در کانال سعید یگانه و در سایت saidyegane.com منتشر شده. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. اگر با اجرای من راحت بودید حتما ویدیوهای بعدی من رو ببینید. در یک ویدیو در مورد اینکه اصولاً چه چیزی رو میشه بازاریابی کرد صحبت کردم. در یک ویدیو در مورد انواع بازارهای اصلی و جهانی که وجود داره صحبت کردم و میتونید لیست ویدیوهای مربوط به بازاریابی من رو در کانال یوتیوبم و وبسایت خودم مشاهده کنیم. تا ویدیوی دیگر، خدا نگهدار.